پی آوازه‌هایی که در تاجیکستان کرونا ویروس آمده است، نشست مطبوعاتی فوری برگزار گردید. در نشست خبری سرداری مرکزی نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی در ولایت سوغد، معاون سردار ریاست تندرستی و روزنامه‌نگاران اشتراک نمودند. در آغاز عاید به بیماری کرونا ویروس امید نورالله‌زاده، سردار مرکزی نظارت دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوغد اطلاع داد. سپس با تاکید قید نمود که در تاجیکستان کرونا ویروس به قید گرفته نشده است و این آوازه‌ها بر دروغند. من با پورگی میگم که امروز در تاجیکستان یگان نمودی کرونا ویروس با قید گرفته نشده است، از جمله در تست‌های از فدراسیون روسیه از اینستیتوت ویکتور به وزارت تندرستی دسترس کرده شده است و امکانیتی تحلیل تشخیص کرده معین کردن در وزارت تندرستی موجود می باشد. تا امروز 270 تشخیصی گمانبر شدگان گذرانده شده است. در یگان حالت، این در سطح جمهوری، در یگان حالت مثبت برآمدگیش نیست. اینچنین همه این تشخیص ها بعد از آنی که تشخیصی در وزارت تندرستی میگذارد با در رفرنس لابراتوری که در شهر لندن موجود می باشد، در آنجا برای تصدیق فرستاده می شود. همه این حالت ها تصدیق شدگیش نیست. برای همین آن گپایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی هست همش گپای دروغ می باشد. در گذرگاه‌های سرحدی، فرودگاه، سنجش و نظارت قطعی براه مانده شده است. دسترسی به موادهای ضد ویروسی در فرودگاه و گذرگاه‌های سرحدی و حدود جمهوری پرزیر کرده شده‌اند. همچنین 65,000 دانه نقاب خریداری شد، گفت معروف یوسفوف، معاون سردار ریاست تندرستی در ولایت. در همه نقطه سانیتری کرانتینی که در هم فرودگاه روی اوهان و نقطه سرحدی هست با تپلویزرها و تپلوداتچیک‌ها تامین شده‌اند. اینچنین در نزد نقطه‌های سانیتری کرانتینی طبیبان و متخصصان اپیدمیولوژ و سیراتشناسان فعالیت شبانه‌روز فعالیت دارند. با لباس‌های ضروری محافظتی تامین می‌باشند و در نزد نقطه‌ها نقلیات یوری تعجیلی مخصوص. روزنامه‌نگاران از آوازه‌هایی که گویا در شهر دوشنبه 2 نفر از سرایت یابی به کرونا ویروس هلاک شدند پرسان شدند. بر دروغ بودن این آوازه را امید نورالله‌زاده، سردار مرکزی نظارتی دولتی و سانیتری اپیدمیولوژی در ولایت سوغد چنین شرح داد. هر خیل معلومات ها پنهان شدند که در تاشکند هست و در این هست گفته. وقتی که و ترتیباتی در این حالت ها عمل کردن هست، وقتی که یگان دولت به قید میگیرد به نمایندگی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی که در همون دولت در همه دولت ها فعالیت میبرد باید که خبر رساند. عین حال در ازبکستان به قید گرفته شدگیش نیست. تأکید گردید که ویروس نمودی کووید 19 در جمهوری ازبکستان نیز به قید گرفته نشده است. تنها از کشورهای همسایه یک حالت سرایت یابی به کرونا ویروس در افغانستان به قید گرفته شده است. عین زمان در ولایت سوغد 363 نفر از جمهوری‌های وضع اپیدمیولوژیشان خطرناک وارد شدند. هر یک آنها زیر نظارت دکتران قرار گرفته از معاینه گذشتند. الحال تنها 111 نفر در محدودگاه‌های بیمارخانه سرایتی تحت نظارت قرار دارند. دوام 2 ماه اخیر از 363 نفر 330 نفر مردان و 33 نفرشان زنان بستری گردیدند. این کار با مقصد پیشگیری براه مانده شده است. هر یک شهروندی که با ولایت وارد شد یا که جمهوری تاجیکستان وارد شد، ما همه آنها رو من خودتان هم می‌دونید 40 حالت بود، همه روی بستری کرده 14 روزی کرانتینی گذروندیم. غیر از این ویروس ما این ویروس ترسیدن در کار این بین یک حساس نوک است. وقتی شوی آفتاب کردی محو می‌شدی. 57 گرادوس گرمی و یا که آبی جوشانیده و این وای میشد. نابود میشد آخه. سری وقت دستور شدن این هوا قطروی میگذرد. وقتی که شما خودتون گیگینی شخصی حمایه میکنید، خودتون ناس تازه دستان تازه میشوید، چشم را وای نمیکنید، این از این همه این ها ویروس هست بود و میموند این فقط ما ایمونیتت مایه. تویست پرقوت کردن ما در تاجیکستان ویروس نیست
و همه وهم و واهمه ها تنها آوازه یا خود شایعه های نادرستی مردم است و خلاص. در بیمارخانه های سرایتی ولایت چاره های ضروری طبی و اپیدمیولوژی گذرانیده ایستادند. مردم را میباید تنها برای حفظ سلامتی به گیگین و شستشوی دستوری اهمیت دهند. همچنین چندین مراتب تاکید گردید که آدمان نباید به آوازه و واهمه های شبکه های اجتماعی داده شوند، زیرا نظارت در جمهوری به طور جدی براه مانده شده است. رسوی آخر از جانب گروهی از هنگامه‌جویان اون حانوتانی که میخوان مال و محصولات بازار مال و محصولات خود را گرم کنند آوازهای گوناگون دایر پیدایش بیماری کرونا ویروس پنج شده است و این آوازها را تا حدی رسانه‌ها از جمله سامانه‌های اجتماعی برآورده ایستادند که من مطمئن هستم که از جانب مقامات داخلدار نسبت این گونه شخصان چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. زیرا که خیلی که شما می‌دانید طور دیروز در بیانیه رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان بیان گردید که خوشبختانه تا به امروز یگان حادثه به قیدگیری بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان پهن نشده است یا به قید گرفته نشده است. درباره هنگامه تمام شدن ذخیره مواد غذایی و منع شدن مشق‌های نوروزی باشد کاتب مطبوعاتی رئیس شهر خوجند مأمور یوسفزاد اطلاع داد. تمرین دانشجویان در چاره‌بینی‌های مربوط به برگزار نمودن نوروز بین‌الملل در شهر خوجند نیز اساسی واقعی ندارد. امروز تا به امروز یگان دستور از جانب مرکز دایره معنی برگزار نمودن چنین چاره‌بینی‌های نوروزی در شهر خوجند نشده است. یعنی ما با مطمئن گفته میتوانیم که سنه 22 مارت سال جاری در شهر خوجند نوروز بین‌الملل در ورزشگاه 20 سالگی استقلالت به سطح ضروری با اشتراک میهمانان عالی قدر گذرانده می شود. روزهای آخر در سامانه و شبکه‌های اجتماعی معلومات‌های ناروشن عاید به کرونا ویروس پهن شده ایستاده‌اند که قسمی زیادی آن از حقیقت دور است و مردم نباید به آن آوازه و شایعه داده شوند. خلاصه و محتوای نشست غیر نوبتی فوری چنین بود. گزارش سومن حامد و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.